میاد اولین ویدیو چنل گیمینگ هامی. سلام. من هامی کیم چنل گیمینگ دارم. نه اینجا چنل گیمینگ منه. سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل گیمینگ بنده. اگه اولین ویدیو چنل گیمینگ تو دستتو برداری دقیقه چرا تو کامنت تو اتاق من نمیگی؟ یکی از دلایلی که میخوام این کارو بکنم اینه که میخوام از شما سوء استفاده کنم. بچه‌ها هامی کیم یکی از بهترین یوتیوبرهای بیرون. شما الان داخل تصویر یه دونه هامی دارید، خب و اون هامی کیمه. دو تا هامی دارید، میبرون بر اینجا چنل منه، تو نباید حرف بزنی. اینجا اتاق منه، ببر بیرون. والا ویدیو تمام شد. خب من اومدم اتاق تو، اومدم تو بیس تو که از شیره پی سی تو بازی استخراج کنم. یه شیره دیگه هست میتونه استخراجش کنه، خیلی هم مفیده. مطمئنی دوست داری استخراج چیه؟ خب هامی جان، از اونجایی که من میدونم شما خیلی حرفه‌ای در گیم سر و کله داری. به اینا نمیخوان، بچه‌ها نمیخوان اولین ویدیو چنل گیمینگ تو ببینن. نه ما اینجا در کنار همدیگه جمع شدیم که بازی کنیم. بازی کن. من میدونی از اونجایی که گفتم شما حرفه‌ای، من اومدم که اولین ویدیوی چنل گیمینگمو بازی شد تو خب با پیش خوب آدمی اومدی. ناکن اکثرا بچهای گیمر داخل یوتیوب فارسی گیم‌های خفن مثلا یک اکسل استاکر میذاره، ایندیانا جونز میزنه، بچه‌ها فورزا میزنن، اف سی میزنن. شما تو خونه من میای شبیه ساز اردک بازی می‌کنی. دقیقاً. آره شما می بهترین بازی‌های جهان رو بازی می‌کنی. من 40 90 اونجا گذاشتم. با ترکولینگ 40 90 اونجا گذاشتم برای بازی‌های خفن. خب الان بازی خفنی که من برای تو میخوام بیارم، ببین تو تا ابد منو ببین تا ابد تو تا ابد همچین گیمی نمیبینی. نخواهید دید. نمیتونم با سیستم بازی کنم. نه تا حالا دیت رفتی؟ قرار عاشقانه دوست دختر داری؟ آره. پسر چی؟ نه نداری. تو تا داری؟ رستوران رفتی؟ داری؟ من دارم. چیه؟ نه چیه؟ بازی داره میگه تو یه آدم بیشوری. آها که هیچی بلد نیستم. هیچی بلد نیست. خب اینجوریه که شما قراره بری، قرار عاشقانه لفت هند بود. رایت هنده. برو الان اینجا نگاه کن. خب این چیه الان؟ من الان داره بهت یاد میده، میگه دستتو ببر جلو بطریو بردار بریز. نگاه داره تو همین الان دختر کنسلی، پسری که نتونه آبجو بریزه تو لیوان. آخه اینجوری آبجو میریزن؟ بذار یه لحظه بلج حرفه‌ای دارم عمل میکنم. بدبخت که پر نمیشه. چیکار میگه بکنم؟ بچرخون. آره بذار الان. آها این توتوریال بود. آره توتوریال اینجوری رفت. پسر نه تو قبول کن. پسر چرا همش پسره یزید؟ این فکر کنم سیو قبلی من. آها خب من با انتخاب کنم بین این همه آدم کی. آره ببین نه دقیقه نه شما میای اینجا میزنید میل. نه فیمیل. آها میل فیمیل اینه. نگاه من مطمئن تاچش خرابه. همین برو همین. اولین دختری که دیدی رفت. داداش خواهد چیکار کنم؟ داری میری دیت. ببین اولین دیت منه. من میخوام امروز بهت نشون بدم که دیت یعنی چی. چیکار بکنم؟ شم براش روشن کن. داداش بردار کبریتو بردار. کبریت بی خطر. برو کبریت بردار. این بزرگه. آها بردار. داره میز آتیش گرفت. سوخت دختر آقا میبینی؟ نه داره میاد پایین. دختر خودش نیومده. سوخت. بدو بیار شمع رو روشن کن. بیا اینور. داداش این حرکت واه دیدی چقدر سنگ. او خب بیار پایین شمع رو روشن کن. داداش مطمئنی تو؟ آها ماشاءالله. حالا بنداز پرت کن اونور. ببین من هیچ استعدادی تو این بازی ندارم. ببین لیوان انداختی. تو هیچ بازی استعداد نداری. لیوان انداختی. لیوان یارو رو انداختی. بابا یه 2 دقیقه به من استرس وارد نکن. بذار ببینم. پرید دختر مو آبی. خب کچاپ بریز. کچاپ نیست که اون. خب برو شراب بردار. چیه شراب بردار بریز. آفرین داری پیشرفت میکنی. فقط یه ذره دختره از تشنگی مرد. نه ببین من استعداد خب ندارم. تو الان اول برای خودت میریزی بعد برای یارو. یه 2 دقیقه وایستا. عاشقم شد. نمک میخواد رو سیب زمینیش بریز. داداش خیلی داری به من سخت میگیری. نمک میخواد. نمک بیا سنس تو ببرم بالا. برو. دمت گرم. الان بهتر شدم. نمک این مطمئنی آره دیگه نمک میخواد دیگه. چیه اسونه اسه دیگه. بیا بری آفرین همینجوری بریزا شور کن. نمک میخواد رو سیب زمینی شامی. نمک میخواد. سیب زمینی رو ریختی. الان رو استیک خیلی داری به من استرس وارد میکنی. معلومه پیشونی درخت کرده. خوبی؟ همچون که منو کن که استرس واقعا بل میخواد رو استیکش.
انداختی میذاری تو برای اینو قراره میخواستی تو دیگه. بیار بازی کنی؟ میشه برم. اینو میخواستی تو بیار بازی کنی؟ بیار آسون تره برو بازی کن ببینم بودو خیلی عاشقمه از بس پتیشو داره مثل اینکه داشت یکی که بیاد اینجوری بریزه رو میز عاشقش بشی 100% به حماقت تو داره میخنده. بچه من اگه دارم میرینم به حامی به خاطر اینه که میخوام پیشرفت کنم. بدو اوه دیدی؟ داشت رو هوا گرفتم آفه یه بریز تو دماغش حدسه کنه خوشحال شد کچاپ بریز رو غذاش کچاپ حاجی این بازی که گذاشتی میتونم بگم بهترین بازی دنیای واقعا. ببین انقدر کچاپ بریز رو کیفیتش- غذاش کچاپ بفرمایید تو آقای نمیفهمی دختر دست نداره تو با همه کاراشو بکنی کجا با بریزم رو غذاش بریز رو کله من بریز رو غذاش بریز بابا. علیگریزی هم داره 5M بازی میکنه با بریز آفرین بریز رو میز راحت باش میشه با بدم بخوره آره بود یه دونه براونی بده بخوره صاحب رستوران میاد بده بخوره بده بخوره بابا وایستا دیگه یه 2 دقیقه وایستا زنی که اصلا داری خورد کنی بزن تو گوشش خودت بریز دیگه چرا اصلا من باید اینا رو بریزم براش تو گوشش خیلی سخته اینو نمیتونی بری من میخوای بری فیفا چمپیون بازی کنی واسه من خفش شو بده بخوره بخور سیر شد از بس ندادی نه داداش میخوره ببر جلو بکن تو دهنش آفرین بمالش وایسا خودش ریخ دیدی من کارمو بلدم دمت سه قلب گرفت تو مثل هر پسر ایرانی دیگه وقتی وقتی یه سری بعد و گم بزن دقیقه صبر کن دارم گل میخورم نخور خب مثل هر پسر ایرانی دیگه وقتی یه دیت خوب رفتی درسته. بعد احساس کردی دختر ازت خوشش اومده خب. بعد دوست داره باهات تو بره وارد رابطه بشه میری قرار دوم میری قرار بعدی به دختر دیگه بدم چرا همه یه شکل اینا همشون از یه طایفن ایول یا خدا چت امیلیه کن. سخته نمیخوای چت کنی باش چت کنم جوک بگو نه جوک بگو نه جوک نمیگم باش لاس بزن نه خاک تو سرت کنن هی. الان دعوتش کردی خونه دعوتش که خونه No I'm joking keep going joke باز جوک فهمیدم باید چی کار کنم فقط آخه جوک جوکات ریده داداش یارو اصلا نمیفهمه داری چی میگی Don't contact me again برو گم شو بیرون این خیلی بد بود بابا کلا آشغال بود هر حرفی میزدم به من گارد میگه چی میگه بگم تو بر نیستی بود دختر رو رابطه برقرار کنی چی میگم همین بیا تو رو خدا بیا من بهت میگم من ایرزا بهت میگم پسر نه. باشه. چرا اون ریشم داره نه داداش نه من چرا باید با این برم سر قرار آقا، خودت برو. داری چیز میکن وایسا نه بیشور حساب کن من دارم برات قرار اوکی میکنم پس بلدی با پسر چجوری صحبت کنی آره آمی جان خیلی داری با پسر صحبت میکنی یا نمیخوای به این نتیجه در خودشم میاد میخوای تو برو سر قرار نه. باش بذار ببینیم بچه‌ها ببینن قرار تو رو میخوان ببینن نه، بچه‌ها. نه خیلی دوست دارم ببینم با یه بچه‌ها. پسر چجوری میری سر نه، قرار نه. آره هر موقع اوکی شد دلم میخواد خودت بری سر قرار آره اومد توی کانه دیت بیا آقا بیا برو دیت با همین لیلیه برو خب من هی دارم میگم یا آقا تو اسکول خوشش اومده عاشق باش و پادشاهی کن کار درست منوی جدید اوردر بده چی میخواد اینو میخواد باید بریزم براش نه سفارش بده کو واسه چرا نیست هست اینا کورم من کوری اوکی حال کردی عشق کردی حواسم بهش هست میتونی برای جفتتون یه دونه آبجو بریزی میتونی یا نه؟ آره من حرف بریز من هی یادم میره اینو آها آبجو بریز بریز ببین من حرفه‌ای شدم تو این کار برای خودت بریز ببخشید روالش ازت به هم میخوره همین الان داره تو دلش میگه این پسره چرا اومد ماشینم نرفت یاد اومدی منو پیتزا میخواد با چی منو پیتزا میخواد با سیب زمینی خوش خوراکم هست آره دیگه سیب زمینی کو اینا ببین من همیشه گفتم خب حواست وای پیتزا رو چرا این شکلی آوردن پیتزا رو چرا با بگی با بریزم تو چیز نه پیتزا رو بدی بخوره نه گفته بریز تو بشقاب میگه 3 تا پیتزا میخوام بده بخوره یکیش هم روش فلفل بزن یکیش فلفل چرا بزن این بازی سخته حاجی یکیش فلفل بزن حالا باشه آخرش با هم فلفل بیا بخور بابا باید بذارم یکیش تو فلفل بشقاب. بزن بابا یه 2 دقیقه چرا گفتی باید بدم بهش بخوره معمولا دوست دارم بخوره تایم تمام شد آمین نه همین یه دونه دخترم به پرونی دیگه هیچ کیو نده نه هیچ کی پرید نه قشتش شکست روی بشقاب بریز روی بشقاب چی سیب زمینی بیا بخور دستم سری شده تو ببخشید فلفل بزن رو سیب زمینی من میتونم شما رو بگیرم فلفل بزن رو سیب یه لحظه زمینی وایسا میخوام کتک بزنمه چی؟ این نمک میخواد
بدبخت. میشه اینقدر کمک اشتباه منو نکنی؟ شور کردی پیتزاشو. وای سیب شور زمینی شد اونور. وای تو بریز راحت باش همین. حالا شم رو روشن کن. فندک کو فندک نیست. دستت بود برو اونور بله. لیوان انسترس برید اونور. آتیش بزن میزو. برونی بده بخوره. بدو برونی میخواد. کردم تو پاچش. برونی بخواد. بدو. ببین خیلی داره بهم استرس وارد میشه آبی. من نمیدونم این چه بازیه یه که دختر رو نمیتونی هندل کنی یارو یه دونه برونی انداخت یکی دیگه سفارش بده. یکی دیگه سفارش بده. مگه نمیاد دوباره بالا؟ نه داداش این سفارشیه. خب پولم رفت. نه انداز زمین. زمین دوره. این چه بازیه؟ برو بگی از من ناامید نشو. خب من قرارام همه عاشقانه است. بخور کف کن. خیلی بازی سختیه. فهمیدم چرا اردک بازی میکنی. این سخت‌تره یا فیفا؟ اینی میشه با دوست دختر من قرار نذاری؟ قرار نذار. من اجازهشو بهت نمیدم. نه ببین ببین دوست دختر مال منه حامی. فهمیدی؟ سلام لیلی خانم. خوب هستی؟ نه اون حامیه. اون حامی کوچولو بیشور بود. خب الان حامی حرفه‌ای اومده. شراب چش بفرمایید. چی میخواید؟ باش نرو قرار. میگه 2 تا شراب. آها آشغال خودت بلد نیستی. 2 تا شراب چش 2 تا لیوان شراب از آه بریز. آها یه خورده دیگه مونده بریزی. آره بلد نیستی تو بلد نیستی بریزی. فکر میکنی تو بهتر از منی؟ نه من بهتر از تو هم. آره انداخته بودا. حامی تو ریدی. حامی تو ریدی. ای وای وقتش داره میره. از دست ناراحت کلافه است کفریشو. آره بریز بیرون. منو مسخره میکنی؟ بریز بیرون. برای خودت بریز. چرا برای خودت نمیریزی؟ چرا اول برای خودت نریختی تویی که به من میگفتی اول باید برای خودت بریزی؟ اول دختر. عجب به تو رسید اول چیز. آره این لیلی خانم میدونه کدوم حامی واقعیه. نه تو نمیتونی شم روشن کنی. الان با شم روشن میکنم. تو داری کند عمل میکنی. اگه میتونی سریع باش. آجا عاشقانه است این فضا. نمیخوای فضا رو خراب کنی؟ اون شراب شم بریز تو شراب. گوجه میخواد با آها مارچوبه. سفارش میدیم حامی. اصلا کاری نداره. برش دار گوجه پرت کن تو صورتش. حامی تو نباید وقتی میری دیت گوجه رو پرت کنی تو صورت مردم. برای شخصیت خودت خوب نیست. اینقدر تمیز داری میذاری برای من با دقت بازی نکن. ایو کوفت. نگاه کن با 2 تا انگوش گرفته. نگاه کن. اینو میذاری اینجا. حالا چی میخواد؟ فلفل. نه تو نباید باهاش خوب رفتار کنی. برو اون وسط. سس گوجه میخواد. و من اینو خیلی داره آروم میره. و من اینو درک خیلی میکنم. داره آروم میره. من اینو درک میکنم حامی. میبینی؟ اونم منو درک میکنه. بیا اینم پیتزا میخواد. بچه خیلی داره سعی میکنه با دقت بره جلو. نگاه کنینش. آخه تو یه لحظه دقت ریختی پیتزا رو. بعد یه پیتزا نمیتونی بدی. یه پیتزا دیگه بهش بده. نه همونو بهش بده. نه اون همونو. اون دوست نداره. تو که میخوام. پپرونیش کم بود. گفتم نباید بذاری رو میز. باید بدی بخوره. تو زبونشو نمیتونی بفهمی. منم که زبونشو میفهمم. نه اوکی. خیلی با دقت داره بازی میکنه. بچه‌ها این حامی که میبینی تر من اونجوری غر میزد داد میزد. الان واسه من با دقت داره تکون میده. میدونی منو بوس کرد؟ نیو رکورد 3 تا قلبم بهم داد. یه قلب از تو بیشتر. دستت کجه. قلبش شکر. بچه‌ها این دوستای پیکلی بازم براتون این پلی بذاره. یا برو من خدافظی و من خودم میکنم اصلا. نه تو کجی. بچه‌ها ویدیو بعدی یه چیز خفنیه که اگه ببینید پشماتون. ویدیو بعدی بیاره.